توی این ویدیو میخوام در مورد 20 تا کلمه صحبت کنم که ما فارسی زبانا یا اشتباه ازشون استفاده میکنیم و یا با هم جابجاشون میکنیم، به جای همدیگه استفاده میکنیم. پس اگر فکر میکنید که بعضی وقتا توی مکالمه آلمانیتون کلمات رو دارید اشتباه استفاده میکنید، توی این ویدیو با من همراه باشید. 2 تا کلمه اولی که میخوام با هم مقایسه کنم کنن و ویسن هست. معنیشون به فارسی چیه؟ کنن یعنی شناختن. ویسن یعنی دانستن. من اگر بخوام بگم که من علی رو از سالها پیش میشناسم، میگم ich kenne Ali seit vielen Jahren. نمیتونم بگم ich weiß Ali seit vielen Jahren. این غلطه. ولی با فعل ویسن میتونم بگم مثلا ich weiß wo Ali wohnt. من میدونم علی کجا زندگی میکنه. اینجا هم نمیتونم بگم ich kenne wo Ali wohnt. این جمله هم از لحاظ معنایی غلطه. پس حواستون باشه kennen به معنی شناختن، wissen دونستن یا دانستن و این دوتا رو ما نمیتونیم جای همدیگه استفاده کنیم. 2 تا کلمه بعدیمون leben و wohnen هستن. برای خیلی از کسایی که زبان آلمانی رو یاد میگیرن، نه فقط فارسی زبونا، برای خیلی های دیگه این 2 تا فعل اصلا تفاوت خاصی با هم دیگه ندارن و خیلی ها فکر میکنن که معنی هر دوتاش میشه زندگی کردن، در صورتی که اینجوری نیست. حالا توی فارسی ما اگر بخوایم خیلی دقیق معنی کنیم، leben زندگی کردنه، wohnen ساکن بودنه. و تفاوتشون از لحاظ کاربرد چیه؟ اصولاً لیبن رو وقتی استفاده میکنیم که خیلی کلی در مورد موقعیت زندگیمون یا محل زندگیمون، مثلا کشور یا شهر محل زندگیمون میخوایم صحبت کنیم. وونن رو زمانی استفاده میکنیم که یک مقدار جزئیات، یعنی دقیق تر میخوایم بیان کنیم که محل سکونتمون کجاست. تفاوتشون توی ایناست. مثلا وقتی من میخوام بگم که من از 10 سال پیش تو آلمان زندگی میکنم، میگم ich lebe seit 10 Jahren in Deutschland. من زندگی میکنم از 10 سال پیش در آلمان. ولی اگر بخوام آدرس خونم رو بدم به یه نفر، هیچ وقت از فعل لبن استفاده نمی کنم. به جاش میگم ich wohne in Müllerstraße 12 Berlin. اینجا توی این موقعیت از فعل wohnen استفاده میکنم. پس این 2 تا فعل با هم تفاوت دارن. Nummer 3 gehen und fahren. gehen به معنی رفتن هست. fahren رو خیلی وقتا به معنی رانندگی کردن میشناسیم. باید به این نکته حواسمون باشه که ما فقط gehen رو زمانی استفاده میکنیم که داریم پیاده یه جایی میریم. اگر از هر وسیله نقلیه استفاده میکنیم و حتی اگر خودمون رانندگی نمی کنیم، فعلمون میشه fahren. پس وقتی من میگم ich gehe zur Arbeit، شنونده من اینجوری متوجه میشه که من پیاده میرم سر کار. Ich gehe zur Arbeit. حالا چه بگم zu Fuß چه نگم، وقتی فعل gehen رو استفاده میکنم یعنی این که پیاده دارم میرم. ولی وقتی میگم ich fahre zur Arbeit، این مشخصه که من با یک وسیله نقلیه‌ای میرم. حالا اینجا توی این جمله نگفتم که با چه وسیله نقلیه‌ای میرم، ولی به هر حال برای شنونده مشخصه که من پیاده نمیرم. حالا میتونم جزئیات بیشتری هم بهش اضافه کنم. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. اون دیگه انتخاب منه که میخوام اسم وسیله نقلیه رو بیارم یا نمیخوام بیارم. ولی در هر حال وقتی که پیاده جایی نمیرم، باید از فعل fahren استفاده کنم. 2 تا فعل بعدی که بعضی وقتا اشتباه یا جای همدیگه استفاده میشن، machen و tun. هر دو رو ما فارسی زبانا به معنی انجام دادن میشناسیم، ولی کاربرد اینا باز متفاوته. machen برای زمانیه که نتیجه خیلی ملموستره و دیده میشه یا خیلی دقیق تر در واقع توی جمله آورده میشه. مثلا
ich mache meine Hausaufgaben. یا ich mache gerade Kaffee. خیلی مشخصه. در صورتی که تون معمولا برای زمانیه که یه حالت انتزاعی داره، خیلی کلی‌تره، یعنی ما جزئیات خاصی توی جمله نمیاریم. مثلا زمانی که میخوایم بگیم که چیکار کنم، was soll ich tun، یا باید چیکار کنم، was soll ich tun، یا ich habe nichts getan، هیچ کاری انجام ندادم، من کاری انجام ندادم، کاری نکردم که ich habe nichts getan. ولی دیگه اون جزئیات اون کاره در واقع توی جمله نمیاد. پس تفاوتشون تو اینه. البته که خیلی وقتا هم ممکنه که ماخن به جای تون انجام بشه. مثلا وقتی که میخوایم بگیم دوستم یه کار خوبی انجام بدم، میتونیم از هر دوتاش استفاده کنیم. بگیم ich will was Gutes machen یا ich will was Gutes tun. توی این حالت خیلی فرقی نمیکنه و هر دوتاش استفاده میشه. حتی توی محاوره هم از هر دوتاش آلمانی زبانا استفاده میکنن. بریم سراغ 2 کلمه که تلفظشون حداقل شبیه همدیگه است. das که با یه اس نوشته میشه و das که با 2 اس نوشته میشه. این 2 از لحاظ گرامری و معنای کاملا با هم متفاوتن و توی نوشتار ما نمیتونیم اینا رو جای هم استفاده کنیم. غلطه. das با دوپل اس به چه معنیه؟ به معنیه که، و میدونیم که حرف ربط 2 جمله رو به هم وصل میکنه و برای ما نبنزاتس میسازه. Ich glaube, dass Frau Müller krank ist. من فکر میکنم که خانم مولا مریضه. اینجا دست دوپل اس احتیاج داریم، نمیتونیم دست با یه دونه اس بذاریم به خاطر اینکه این دست حرف ربطه و به معنی که هست. ولی توی این جمله das ist mein Handy، اینجا دست رو با یه اس می نویسیم، برای اشاره هست و داره اشاره میکنه به mein Handy که البته دست با یه دونه اس خیلی وقتا هم میتونه آرتیکل اسم باشه. پس دست با یه دونه اس و با 2 اس هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ گرامری با هم متفاوته و ما اجازه نداریم اینا رو جای هم دیگه بنویسیم توی متنایی که داریم می نویسیم. نمبر 6 schon و noch. این 2 کلمه خیلی وقتا جای هم دیگه به اشتباه استفاده میشه. مشکل اصلی هم این هستش که ما توی فارسی معادل دقیقی برای این 2 کلمه نداریم به خاطر اینکه اینا پارتیکل هستن و پارتیکل ها توی هر زبانی کلماتی هستن که توی محاوره استفاده میشن ولی معمولا نمیتونیم به یک زبان دیگه ترجمهشون کنیم و همین باعث سوء تفاهم و استفاده نادرست ازشون میشه. حالا این 2 جمله رو ببینید. Bist du schon da؟ Bist du noch da؟ هر 2 این جمله ها، این سوالات درسته ولی 2 معنی متفاوت داره. وقتی که من میگم Bist du schon da، یعنی اینکه الان دیگه اونجا هستی، یعنی اینکه من یک مدت زمانی رو انگار منتظر بودم تا تو به اونجا برسی و الان دارم میپرسم که آیا الان دیگه اونجا هستی؟ ولی وقتی میگم Bist du noch da، noch اینجا به معنی هنوز هست. هنوز اونجا هستی؟ یعنی من میدونستم که تو یک جایی هستی، یک مدت زمانی ازش گذشته و دارم میپرسم که آیا هنوز اونجا هستی؟ Bist du noch da؟ و اصلا از لحاظ معنایی این 2 یه شکلی هن که خیلی وقتا توی سوال و جوابهایی میتونن هر 2 استفاده بشن. مثلا من میتونم بپرسم که Bist du schon fertig؟ دیگه تموم شدی؟ و در جواب اون شخصی که این سوال ازش پرسیده شده میتونه بگه Nein, ich bin noch im Büro. نه، هنوز توی دفتر هستم. پس میبینیم که خیلی معنیشون متفاوت و یک جاهای اصلا متضاد هم دیگه است. نمبر 7 früh bald. früh به معنی زود هست و bald به معنی به زودی. پس من اگر بخوام بگم که به زودی میام خونه باید بگم Ich komme bald nach Hause.
Ich komme bald nach Hause. نمیتونم بگم ich komme früh nach Hause. جمله درست در نمیاد. ولی اگر بخوام بگم که من صبح زود بلند میشم، میگم ich stehe früh auf. من زود از خواب بیدار میشم یا زود بلند میشم. ich stehe früh auf. پس باید حواسمون باشه این دوتا رو هم جابجا استفاده نکنیم. spät langsam. این دوتا هم خیلی وقتا آدم رو گیج میکنن موقع جمله ساختن. spät به معنی دیر هست. langsam به معنی آهسته، شمرده. آهسته از لحاظ سرعت یا مثلا میزان صدا یه همچین چیزایی. Ich bin spät zur Arbeit gekommen. من دیر رسیدم سر کار. Ich bin spät zur Arbeit gekommen. نمیتونم بگم langsam zur Arbeit gekommen. این غلطه. ولی وقتی میخوام که یه نفر شمرده تر صحبت کنه، آهسته تر صحبت کنه، میتونم بگم können Sie bitte langsam sprechen؟ میتونید لطفاً آهسته صحبت کنید. حالا یا منظورم میتونه این باشه که صداش بلنده، باید تون صدا رو بیاره پایین، آهسته صحبت کنه، یا منظورم اینه که شمرده صحبت کنه که من بتونم متوجه بشم. Können Sie bitte langsam sprechen؟ دو تا فعل بعدی lernen و studieren هستن که اینا هم داستان خودشون رو دارن و خیلی وقتا جابجا استفاده میشن. فعل lernen یعنی یاد گرفتن. فعل studieren یعنی تحصیل کردن. پس من اگر دارم زبان آلمانی یاد میگیرم باید بگم ich lerne Deutsch. فعل studieren رو نمیتونم اینجا استفاده کنم. فعل studieren برای توی دانشگاه هست. مثلا من میتونم بگم ich studiere Deutsch als Fremdsprache. یعنی خیلی با جزئیات اسم اون رشته رو هم باید بگم. Ich studiere Medizin an der Uni Berlin. و توی این موارد هم وقتی که داریم تحصیلات دانشگاهیمون رو میگیم نمیتونیم از فعل lernen استفاده کنیم. پس ich lerne Medizin جمله غلطیه. lernen یه کاربرد دیگه هم داره. مثلا برای زمانی که آدما امتحان دارن و دارن برای اون امتحان درس میخونن. Ich bleibe zu Hause und lerne Deutsch, weil ich morgen Deutschprüfung habe. من میمونم خونه و درس میخونم چون که فردا امتحان آلمانی دارم. اینم یه کاربرد مهم لرنن هست که به خصوص بچه هایی که به زبان انگلیسی مسلط هستن این رو باز معادلش رو شتودیغن میارن که اشتباه هست، به خاطر اینکه ما توی انگلیسی از فعل استادی استفاده میکنیم توی همچین موردی، ولی توی آلمانی نمیتونیم شتودیغن رو استفاده کنیم، باید حتما لرنن استفاده کنیم. hören و zuhören چه فرقی با هم دارن؟ hören به معنی شنیدنه، zuhören به معنی گوش دادنه. یعنی من اگر دارم موسیقی میشنوم میگم ich höre Musik. ولی اگر بخوام بگم که من دارم بهت گوش میدم باید بگم ich höre dir zu. من دارم بهت گوش میدم یا به حرف تو گوش میدم. توی این حالت باید از فعل zuhören استفاده کنم که فعل جدا شدنی هم هست. پس این دوتا رو هم نمیتونیم جای هم دیگه استفاده کنیم به خاطر اینکه از لحاظ معنایی تفاوت دارن. و اما فعلای holen و bringen که خیلی وقتا به اشتباه جای هم دیگه استفاده میشن. هر دوی اینا رو وقتی شما سرچ کنید معنی فارسیش میشه آوردن، ولی با هم از لحاظ معنایی تفاوت دارن. کجا ما میتونیم bringen استفاده کنیم و کجا holen استفاده کنیم؟ bringen رو زمانی استفاده میکنیم که یک شخصی یک جایی هست و ما میخوایم که یک چیزی رو برامون بیاره، یعنی اون شخص پیش ما نیست. مثلا من توی ونسیما هستم یا همچین جایی و اون شخصی که ازش میخوام چیزی رو بیاره مثلا توی
اتاق خوابه، توی شلاف سیما هست. بعد بهش میگم که bringst du mir das Buch؟ کتاب رو میاری؟ کتاب رو برام میاری؟ bringst du mir das Buch؟ پس اون شخص تو اون مکانی نیست که من هم هستم، یک جای دیگه است. توی این حالت ما از bringen استفاده میکنیم. هولن رو کجا استفاده میکنیم؟ زمانی که اون شخص پیش ماست و ما میخوایم بفرستیمش بره یک جای دیگه یه چیزی بیاره. holst du mir das Buch؟ وقتی میگم holst du mir das Buch یعنی اون شخص از توی وونسیما از کنار من باید پاشه بره توی شلاف سیما و برای من کتاب رو بیاره. در واقع ما هولن رو زمانی استفاده میکنیم که یا خودمون یا اون شخصی که داریم ازش خواهش میکنیم باید بره یک جای دیگه‌ای و یک وسیله‌ای رو بیاره. مثلا من زمانی که توی خونه هستم و میخوام داروخونه یه چیزی بگیرم بیارم از فعل هولن استفاده میکنم و میگم ich gehe jetzt zur Apotheke und hole Schmerztabletten. میرم الان به داروخونه و قرص مسکن میارم. نمره 12 Fragen و Bitten. چه معنی میدن هر کدومشون؟ Fragen یعنی سوال پرسیدن، Bitten یعنی خواهش کردن و این دوتا رو هم نمیتونیم جای هم دیگه استفاده کنیم. مثلا من اگر نیاز به کمک دارم باید بگم Ich bitte um seine Hilfe. من از او درخواست کمک میکنم. نمیتونم بگم ich frage. این غلط میشه. ولی اگر سوالی دارم مثلا میگم ich frage nach der Uhrzeit یا ich frage ihn nach der Uhrzeit. از اون درباره ساعت میپرسم. اینجا هم نمیتونم از فعل بیتن استفاده کنم. پس fragen سوال پرسیدن، بیتن خواهش کردن. bleiben و stehen bleiben این دوتا هم با هم فرق دارن. bleiben یعنی موندن، stehen bleiben یعنی ایستادن، متوقف شدن. پس من اگر به هر دلیلی توی یک موقعیتی توی خونه موندم میگم ich bin zu Hause geblieben. من در خانه ماندم. یا ich bleibe zu Hause. من در خونه میمونم. stehen bleiben رو میتونم اینجوری استفاده کنم. Der Bus ist stehen geblieben. فعل جدا شدنی هم هست یعنی stehen bleiben. bleiben باید همیشه صرف بشه یا پرفکتش به این شکل ساخته بشه. وقتی میگم der Bus ist stehen geblieben یعنی اینکه اتوبوس متوقف شده بود یا سر جاش ایستاده بود، حرکت نمی کرد در واقع. و اگر که مثلا بگم der Bus ist geblieben خیلی جمله درست نیست که بگم اتوبوس مونده بود. جمله از لحاظ معنایی درست نیست، باید از فعل stehen bleiben استفاده کنم. خب فعلای زیتسن و زتسن هم با هم دیگه فرق داره، گرامرشون با هم فرق داره، از لحاظ معنایی هم با هم دیگه فرق داره. فعل زتسن نشاندن هست. حالا مثلا در مورد خود شخص وقتی میخوایم ازش استفاده کنیم مثلا بگم که من روی صندلی میشینم، بعد بگم ich setze mich auf den Stuhl. یعنی اون حرکت رو، اون لحظه نشستن رو ما با فعل زتسن نشون میدیم. فعل زیتسن یعنی نشستن. مثلا من میخوام بگم که چند ساعت اینجا نشستم. Ich sitze hier seit ein paar Stunden. Ich sitze hier seit ein paar Stunden. دیگه اینجا حرکت نداره، نشستم. چند ساعته که نشستم. فعلای پاسیغن و فرلافن هم یه وقتای آدم رو به غلط میندازه. پاسیغن یعنی اتفاق افتادن. فرلافن یعنی پیش رفتن. مثلا من میتونم بگم که zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. خوشبختانه چیز بدی پیش نیومد. چیز بدی اتفاق نیفتاد.
و اینجا مثلا در مورد یک مهمونی اگر بخوام بگم که خوب پیش رفته باید از فعل verlaufen استفاده کنم و بگم Die Party ist sehr gut verlaufen. مهمونی خیلی خوب پیش رفت. Die Party ist sehr gut verlaufen. پس این دوتا هم دوتا معنی جدا دارن و نمیتونن جای هم دیگه استفاده بشن. دوتا کلمه داریم که اینا از لحاظ معنا یک مفهوم رو میرسونن ولی گرامرشون با هم متفاوته. در نتیجه باید حواسمون باشه که جای همدیگه نیان. یعنی هر کدوم رو استفاده میکنیم با گرامر خودش استفاده کنیم. weil و den. weil و den هر دوشون به معنی چون که هستن ولی گرامرشون با هم فرق میکنه. Ich gehe nach Hause denn ich bin müde. من میرم به خونه چون که خسته هستم. داریم Hauptsatz میسازیم. فعل داره سر جای خودش میاد تو جمله دوم. تغییری نمیکنه. ولی با weil باید بگم ich gehe nach Hause weil ich müde bin. باید اینجا دیگه Nebensatz بسازم. weil ich müde bin. فعل رو ببرم آخر. پس weil و den با وجود اینکه معنیشون یکیه باید ساختار جمله درست رو برای هر کدومشون بشناسیم و استفاده کنیم. verstehen و hören. معنیش رو میدونیم متفاوت. hören شنیدن، verstehen متوجه شدن و هر دوتاش میتونه برای ما جمله هایی بسازه که مفهوم درستی داره ولی بستگی به موقعیتمون باید جمله درست رو استفاده کنیم. یعنی من اگر جایی هستم یک نفر داره با من حرف میزنه من صداش رو نمیشنوم نمیتونم بگم ich verstehe dich nicht. باید بگم ich höre dich nicht چون که صداش رو نمیشنوم. ولی اگر اون شخص اونجا ایستاده و داره یک چیزی رو برای من توضیح میده من اصلا نمیفهمم چی میگه اون موقع است که باید بگم ich verstehe dich nicht. چرا؟ چون صداش رو میشنوم ولی مفهوم حرفش رو نمیفهمم. پس اینجا از فعل verstehen استفاده میکنم. فعلای abfahren و losfahren باز هر دوتاش توی فارسی به معنی حرکت کردن هست. abfahren رو زمانی استفاده میکنیم که خیلی دقیق میخوایم بگیم کی چه چیزی حرکت میکنه. Der Zug fährt um 17 Uhr ab. اینجا نمیتونیم از los استفاده کنیم. نمیتونیم بگیم Der Zug fährt um 17 Uhr los. این خیلی درست نیست. در واقع اصلا درست نیست. ولی زمانی که خیلی کلی میخوایم بگیم من دارم راه میافتم یا قطار داره راه میافته ساعت و زمان و جزئیات دیگه ای نمیگیم اون موقع از losfahren استفاده میکنیم. Ich fahre jetzt los یا der Zug fährt jetzt los. راه افتادن بیشتر حرکت کردن این شکلی. ولی abfahren همیشه با زمان هست. Nummer 19 meinen denken. meinen معنیش میشه اعتقاد داشتن یا نظر داشتن، عقیده داشتن. denken میشه فکر کردن. پس من وقتی میخوام نظر یکی رو بپرسم باید بگم was meinst du یا عقیده یکی رو بپرسم was meinst du. was denkst du اصلا جمله رایجی توی این موقعیت نیست. حالا اگر که مثلا یه نفر داره به یک چیزی فکر میکنه اون موقع از denken استفاده میکنیم. Marina denkt die ganze Zeit an ihre Familie in der Ukraine. مارینا همش داره به خانوادهش توی اوکراین فکر میکنه. اینجا باید از فعل denken استفاده کنیم. meinen اصلا برامون معنی درستی رو به وجود نمیاره. و دوتا فعل آخری که اینا هم خیلی وقتا جابجا استفاده میشن و جمله از لحاظ معنای غلط در میاد sprechen و sagen. sprechen به معنی صحبت کردن و sagen به معنی گفتن. sprechen اصلا خیلی وقتا با حرف اضافه mit یا با حرف اضافه über میاد یا بعضی وقتا با هر دوش میاد. Ich spreche heute mit unseren Nachbarn über den Garten. من صحبت میکنم امروز با همسایه‌مون در مورد باغ. خیلی مشخصه که
مخاطب در واقع توی جمله مشخصه. فعل زاگن گفتیم به معنی گفتن هست و مثلا sagt die Wahrheit، اون حقیقت رو میگه. نمیتونم بگم spricht die Wahrheit، جمله بی معنی میشه. sagt die Wahrheit. خب اینا 20 گروه از کلماتی بودن که خیلی وقتا فارسی زبانهایی که دارن آلمانی یاد میگیرن جابجا ازشون استفاده میکنن و معنی جمله هاشون درست در نمیاد. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و بتونید به خوبی ازش استفاده کنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اگر باز کلماتی تو ذهنتون هست یا باهاشون برخورد میکنید که گیج کننده است براتون، کاربرد دقیقش رو نمیدونید، حتما برام کامنت کنید، من براتون توضیح میدم. ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. توی ویدیو بعدی میبینمتون. تا اون موقع خدا نگهدار.